بازی دیگه، یعنی بیلیارد امیدوارم که حالت خوب باشه. برو بریم سراغ این ویدیو. بازی شروع شد، اول مایی. برو بریم. بچه من واسه اونایی که این بازی رو نمیدونن، ما 2 تا توپ داریم، یه تک رنگ یه دو رنگ. اینی که الان من روشن دو رنگ. خب من اول دو رنگ میزنم دیگه، همش باید دو رنگ بزنم. یکی میاد و اون یکی دیگه باید فقط تک رنگ بزنه. بعد یه خطایی هم تو بازی هست، مثلا الان من توپ سفید رو زدم رفت توی این سوراخ. خب پس خطا. اون الان میتونه توپ سفید رو راحت تکون بده. اون بالا زده، اون تک رنگه، من دو رنگ. اینو این دو رنگ رو ما باید بزنیم. الان من اینو میزنم. نرفت. فعلا که ما جلوییم. یعنی میزنه یا نزد دوباره؟ همه رو داره میزنه. نزن اینو، نمیزنه اینو، اصلا نرفت. خب الان ما این خطاش به این صورتی که مثلا اگه من مثلا این توپو بفرستم تو دو رنگ بعد رفت تو سوراخ، خب امتیاز به نفع منه دیگه، خطا نه. ولی خب اگه توپ سفیدم رفت خطاه. اون میتونه توپ سفید و هر جا دلش خواست بذاره. خطای دوم اینه که مثلا به هیچ توپی نزنی، توپ خودت هم به توپ حریف بزنی و به توپ خودت نخوره، باز خطاه. اگر الان مثلا این سیاهه رو میبینید، تو سیاهه، اگر الان این یارو این تو سیاهه رو بزنه بره تو این سوراخ ها، باخته الان. ولی وقتی تو پشتام شد میتونه به راحتی این توپ سیاه رو بزنه. سفید رفت، الان خطاه. شاید بگین چرا اون آبیه رو میرسن، چون اونو بعدا هم میتونم بزنم. از اول میایم نارنجی رو بزنیم. خواهد تو سر من اینقدر شنقله. توپ منو زد رفت. زدیم. نره چون نرفت. چرا قبول تو کامنت ها باوردی بودین چون نرفت. با خدای نبازم اینه بقیه ویدیو. زد نزد ولی خب زد. خب سر لبه از خب برو دیگه. اینو زدیم الان یکی
چطوری من اینو بزنم؟ نرفت. اینجا چوبای مختلف داریم. من 900 تا دارم. اینجا گرون تر است. زد نبازیم. الان توپ سیاه رو باید بزنه. بعد بگی مثلا من توپ سیاه رو میخوام تو اون بزنم. خب باید حتما تو اون بزنه. دیگه نمیتونه تو این بزنه. تو این بزنه خطا. خب الان ما خب الان ما سیاه رو بزنیم. مثلا ببین میاره. نیورد که این مپش یه جوریه که نمیاره. تو واقعیتش باید بگی سیاه رو میخوام مثلا بزنم تو این سوراخ. اگه بزنی تو این سوراخ خطا. چون دست اول رو بردیم. یه دست دیگه هم بزنیم و بچه بریم سراغ دست دوم. دوره اول ما شروع کنیم. یه توپ زدیم رفت. نظرتون بنفشه یا دورنگه؟ کدومش؟ دورنگه رو میزنم. تو بازی واقعیش سخت‌تر اینجا باشه. تو بچه این تو قرمز پایین سمت چپ رو نگاه کنید. ببینید کجا وایساده توپ حریفمونه. وای یعنی ببین زد. کدوم رو بزنیم بچه؟ این چون که حریفمون گناه داره اینو میزن. نه اینجا. نه اینجا. هیچیش نرفت. وای چه غلطی کردم. حریفم ماشاءالله حرفه‌ای. دور همه رو میزنه. اینم نه مثلا این رو من هیچ بودم. قبلا بازی کردم تو گوشی میرم شو ریستارت شده انگار. و همه رو زدیم که سیاه بره سیاه بره سیاه بره. ووی ببین بچه ها اگه سیاه میرفت تموم بود برده بودیم. خب همه تو پاشو زد محمد یه دونه مونده واسش. وای بابا این نوعیه. وای بابا چی بود که نزنه. کارما پس توپی دیگه نمیتونم بزنم. وای نزنه. این دست اگه ببازم بازی نمی کنم ببرم این دستی بازی میکنم. چیکار میخوای کنی؟ بابا دهنت سرویس باختیم. نه بردیم. بابا اینجا پولی بچه ها. پولو این نوبه نمیام بازی.
و بچه ها اینم بود این ویدیو. میدونم که خوشتون اومده باشه تا این ویدیو دیگه. خدا نگهدار.